سلام، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. اینجا ترید 101 که قرار بریم تحلیل بیت کوین رو ببینیم. اگه نمیدونیم ما تو این چنل چیکار میکنیم، روزانه تحلیل بیت کوین و واچ لیست هفتگی داریم که اون واچ لیست هفتگی هم تو تحلیل بیت کوینمون تحلیل میکنیم که به نقطه ورودها رو بدیم. و از امشب اگر مشکلی دوباره پیش نیاد، قرار آموزش از صفر تا یک تریدر سودده رو به صورت یک پلیلیست واسات بذارم. خوشحال میشم ساب بکنیم. بریم سراغ ویدیو سریع. تا الان اگر با تهدیدها همراه بوده باشی کم سود نکردی، اصلا کم سود نکردی. خب بیاد برم چارت بگم. از بیت کوین شروع بکنیم. خب خود بیت، بریم تو تایم فریم 4 ساعته. خب اون روند نزولیه رو که ما هنوز داریم. 4 ساعته هم بخوای به قضیه نگاه بکنی، این کندل سبزا اصلاح این روند است. حجم رو بیا نگاه بکنیم. حجم نسبت به این روند شروع کرده کم شدن. داشتیم کندل سعودی میزدیم ولی حجم کم شده. حالا این یعنی که ما امکان داره یک بار دیگه بیایم اینجا رو تست بکنیم. وقتی که یک همچین امکانی هست، توی تایم فریم پایین تر ما باید دنبال تریگر باشیم که بتونیم این حرکت رو بگیریم. یکی از تریگرهای موجود 64291، یعنی شما رو 64291 میتونی پوزیشن تو باز بکنی و همراهش بشی. به خاطر اینکه ما میدونیم آقا امکان داره این رونده که الان اینجاییم بیاد و این کفر رو تست بکنه، یه بار دیگه بهش برسه یا حتی بشکونتش. پس بد نیست اینجا یه پوزیشن باز داشته باشیم. ریسکیه، میدونم، پوزیشن ریسکی باز میکنیم. پوزیشن ریسکی اینجا باز میکنیم روزانه. روزانه این کندله یه حالت حمایتی داره، خب ولی خیلی ضعیفه. یعنی ورود خریدار، هم حجم پول کمه، هم حجم پولی که وارد شده کمه، هم سایز کندل خیلی کوچیکه. خب زیاد جالب نیست روزانمون. یعنی اتفاقی که افتاده تو روزانه اینه که این ریجکت به شدت قوی بوده و الان یه حالت اینو داره برمیگرده. میتونیم مثلا تا این کفه بیایم، میتونیم تا این کفه بیایم اینجا. خب یعنی امکان اومدنمون تا این کفه حدوداً، چرا نت اینجوریه، احتمال اومدنمون تا این کفه وجود داره. یعنی ما اگه اینجا پوزیشن باز کردیم تا اینجا نگرد، نه اصلا. پوزیشن تو باز کردید، چون تو باکسی هر جا باز کردی سری سیو سود خروج. BTC.D دامیننس. دامیننس هم که دوباره ریجکت خورده، یه بار اینجا ریجکت خورد، شکون دوباره از اینجا داره، حالا داره اصلاح میده. امکانی که از اینجا حمایت بشه هست. آره امکانی که از اینجا حمایت بشه هست. ولی تو 4 ساعته داره سقف کف، تو 1 ساعته داره سقف کف پایین تر میزنه. ولی به نظر من احتمال اینکه از اینجا یه واکنشی حداقل بده وجود داره. پس امروز رو بیت اگر تونستی تریگر شورت پیدا بکنی، همزمان با تریگر شورت دامیننس داشت به اینجا واکنش نشون میداد، پوزیشن تو رو بیت باز بکنی بهتره. پوزیشن تو رو بیت باز بکنی بهتره. کوینایی که طبق معمول هر روزمون راجع به اثباتش صحبت میکنیم، آقا بعد شکست اینجا که واسه اثبات 100% هست. هرچند من خودم از اینجا دارم. اتریوم چی؟ اتریوم هم من خودم دارم الان. شکست این سقف فوق العاده مهمه دیگه، خودمونم میدونیم. تریگر ورود اتریوم زودتر از این ناحیه و تریگر ورود شورت نمیده. یعنی هم که بلش تاو داره حرکت میکنه به سمت سقفش. داره حرکت میکنه به سمت سقفش، سقف باکسش. اگه اومد اینجا ریجکت خورد، میتونی اینو باز بکنی. اگه اومد ریجکت خورد تو میتونی باز بکنی.
یعنی زودتر باز بکنی نه. آواکس یه تریگر ورود ریسکی نه نداره، خیلی ریسکیه، باز نمیکن. شرایطی که آواکس داره الان سقفش رو شکونده، کندلاش هم که یه سر داره سعودی میزنه. تریگر ورودمون 6972 تریگر ورود اصلی مونه که تو در اصل اثبات هم بازش میکنیم. 4 ساعته تریگر ورود دیگه ای یکم باید صبر کنید تو 4 ساعته یکم اصلاح بده، یکم وایسته. به احتمال زیاد چیزی که من دارم میبینم از این ضعف روندی که الان توش تشکیل شده از اینجا یه ریجکتی بخوره. یه باکسی اگر تونستیم اینجا تشکیل بدیم، شکست این اون موقع پوزیشن فوق العاده خوبیه. الان نه. اینجا هم که تریگر ورودمون بود، یعنی الان اگر اینجا باز کرده بودی حتی با استاپ بزرگ 1% شما یه ریسک ریوارد 8 گرفته بود. XRP همون تریگر ورود شورت شبیه بیت. تریگر ورود لانگ هم داره، بله. XRP تریگر ورود لانگ داره، بیت نداره. XRP تریگر ورود لانگ همین نقطه 1.10.40 تریگر ورود لانگش. TRX فعلا تریگر ورود خاصی به جز خود سقفه نداره. خود سقف میتونی با این شکسته باز بکنی، مثلا پوزیشن شورت باز بکنی یه سری جاش، نه ترجیحاً نه، ترجیحاً نه. پوزیشن شورت اینجا باز نکن، مگر اینکه اومد اینجا واکنش داد رو این باز بکن. چرا اینجا باز بکن؟ اگه این سقف رو شکون خواستی بری پیش باز اینجا باز بکنی رو 15 دقیقه بعد، ولی حجمی نمیخوره همونطور که کندلش معلومه. XLM فوق العاده تریگر برد مهمیه، فوق العاده تریگر برد مهمیه. بیاد اینجا یه واکنش حرکت باز میکنیم اینو. کایت من اینو نگاه میکنم رو ببینم ریکورد میشه یا نه. تریگر وروداشو داده، ما هم پوزیشنامون رو باز کردیم، پوزیشنامون رو باز کردیم، تریگر وروداش هم داده. ولی الان بذار یه بار هرچی داریم رو پاک کنیم. الان اینه تریگر ورود اصلی کایت اینه، ولی یه حمایت مهمه و این ضعف روندم تو اینجا داری، یعنی احتمال اینکه کایت برگرده هست. خیلی ضعف روند داره. این چه روندیه ریخته؟ ضعف روند توش قابل دیدنه. پس شما این شکسته رو الان هم که میبینی اینجا چه حمایتی شده، مثلا یه تریگر ورود تو 15 دقیقه میتونی بگیری، ولی حتما باید مطمئن باشی که تغییر روند داشتی. یه تغییر روند اینجا ببینی، یه سقف و کف بالاتر، اینجا تریگر ورود. یه سقف و کف بالاتر زدی، اینجا تریگر ورود. دوج همینجا تریگر ورود بدی نیست، همینجا تریگر ورود بدی نیست، خیلی هم خوب نیست، چنگی به دل نمیزن، همچین چنگی به دل نمیزن. اینم از تحلیل امروز. سابسکرایب یادت نره، حتما امشب ویدیو رو ببین و اینکه ارادت.